نگردید. اینقدر برایتان قرآن خوانده می شود که اگر برای گردبادها خوانده می شد نسیم می شدند، اگر برای سنگها خوانده می شد بوم می شدند، اگر برای دریاها خوانده می شد طوفانها را آرام می گرفتند، اگر برای موجها خوانده می شد از طغیان می افتادند. معلوم نیست شما از چه چیزی و از چه خمیری درست شده اید. در سینه های شما قلب نیست، سنگ است، بلکه از سنگ هم به مراتب سخت‌تر است. الله تعالی می فرماید کالحجارة او اشد قسوة. سنگ نیز از هیبت الله تعالی می لرزد و می خجلد. اما شما ای بی نمازان چه نوع انسانی هستید؟ چه قلبی دارید که پادشاهی و این عظمت روزانه 5 مرتبه صدا می‌زند حی علی الصلاة، بشتابید به سوی نماز، اما مانند مردگان هیچ حرکتی از شما دیده نمی‌شود. این بی‌وفایی را با الله تعالی نکنید، این بی‌وفایی و جفا را با خودتان بکنید، با شیطان بکنید.